پشتی تکچونا پیوندی ترکیه و عراق سر لشکرکشیه ترکیه بناوا آخا عراقه به مبست آسایی کرنا پیوندیان دگل وی ولاتی سروک وزیر ترکیه سردانا بغداو هولیره کر جاو دیرک سیاسی جی دبیجید تنه مرم جبول آواسکرنا پیگه کردانه و تکدانا نافمالا کردی. آرمانجاوی او بو تکدانا رزید کردان و یکی تو یک رزیا گله کرد و نهلانا کیانه کی کردی باکور کردستان انجل باکور عراق انجل باشور کردستان درز ببیتن هر وسط تکدانا یکی تو یک رزیا کردان آنجا سرکی جهات ناوی و وان گره توی لیت هرمی گل عراق و سوریه و ترکیه و ایران هر چهار دولت آرمان شناف برنا تفگر رزگاری خاصا باکور کردستان و دستکفتی نتوی باشور و روش آوای کردستان بتایبتی او دستکفتی نتوی روش آوای کردستان بو ترکیه بوینه سرگیجیک ترکیه واسه حاضر دکت اگر روش آوای کردستان بشت خال سرپیت خواه بگیرید و اف پشتوانی ناف دولتی ببینید صبح دل باشور جی و دوست باشی دل باکور جی دیتش که واسه بیش برنده هاتناوی کمپلویا که او کمپلویا جی یا پیش وقت کارج بو کدیا و یا دارتیا. آبورنا سگجی سبارت سردانا سروک وزیر ترکیه بو هرم و عراق دبیجید آرمانج زوی سردانه جلای آبوری و بهسکرنا رول کمپانی ترکیه دا آواکرنا عراق دا جبرکو پشتی پروسا رزگار کرنه ده پروسسا آواکرنه دست بکد. هاتنا بینالیار دارم حکمی که کردستان و ترکیه هفت پشکن شلای آبوری و یعنی بیشتر پترش رکفتنا پترول هیا بو 5 سال رکفتنا غاز شل هیا غاز سروشتی هیا بو 26 سال نزدیک 1305 کمپانی ترکیه کردستان کارت کن اوه همی بوه که کوپیگه خورد یه آبوری هریما کردستان گلی عراق جاره کادی به وکی هفت پشکه آبوری بو ترکیه زور انتباه چونکی وقتیان یعنی دیربون اولاد ترکیه عراق بگور که افریقا با ایران و هندک ولات دی ایران ترکیه نویتم چه رنگی که عراقش دست بتن با هر مرمه که بیتن یا بیتن پیگه آبوری زغرین توا پشتی کو ترکیه بزافکرین پرکن سربازی دژی کردان راوستید به تایبەت لسوریا و عراق لی سرکفتی نبو نها لهر دو ولاتان دست بدانو ستاندنا کریه جبو گهاندنا مرمین خو ین بریا نها دست نشان کرین بیار آمدی بادینان سات دهوک